خب معمولا این کارا توی لوله آزمایش ما انجام میدیم که طول بزرگتری داره، طول بلندتری داره و رنگو بهتر میشه و محلول کمتری یا ما برمیداریم، چون این خود قلع باعث آلودگی محلول ما میشه و ما تا اونجایی که امکان داره نباید اجازه بدیم که قلع حتی آره خوبه و معمولا باید با قطره چکونم اینو انجام بدیم. اگه روی قاشق یه بار مصرف سفید انجام بدیم رنگو بهتر میبینیم. چند قطره نیاز داریم؟ یکی دو قطره کافیه. اینو بگیریم. کلورید قلب ملاحظه بفرمایید. ببینید این بالای 1000-2000 پی پی ام الان طلا داره. طلاش زیاده یعنی تیره. آره ببینید تیر است. دیگه میشه گفت جزء از تیره ترین رنگاست دیگه که طلا قابل توجهی داره. ببینید یه قطعه آنس بریزید داخل این که عالی. الان طلا رو هم یه مقدار رسوب میده. البته ما باید قبل از تست کلورید قلب نیتریکو خنثی کرده باشیم. اینا حتما فراموش نکنه، اگر نه خطا میده و ما رو به اشتباه میندازه. این نیتریکش خنثی نشده که؟ خنثی نشده این؟ نه. خب حالا خنثی میکنید شما. ولی ما فقط طلا داریم دیگه. منظور از خطا حالا آره دیگه فلزی. ببینید اندازه گیری داره. نه خدای تاش. چی بود؟ کلورید قلب. تست استانوس. تست استانوس. اسم این تست. بله. پودر قلب با جوهره که مشروط میکنن چه خاصیتی داره؟ برای شناسایی چی به درد میخوره؟ پودر قلب خب جوهر نمک همین HCl دیگه، اسید کلر دیگه. همین کاری که انجام میدیم همینه الان. بله. من صحبت می‌کنم. خواهش می‌کنم بفرمایید. ببینید الان ما این بشه رو ریختیم روی اینجا صاف کردیم. حتی ممکنه الان شما یکم سبزی اینو می‌بینید. ممکنه حتی رنگ آب هم باشه ولی چون خوب شسته نشده هنوز طلا توش باشه. برای اینکه بفهمیم طلا توش هست هنوز یا نه از این تست هم استفاده می‌کنیم. اگه دوباره مشکی شد یعنی خوب نشستید اینا اگه تا بیرنگ هم بشه بهش آب اضافه بکنی سیاه میشه. بله. قهوه‌ای میشه. قهوه‌ایش یعنی کمتر داره. همین الان حدود 400 پی پی ام طلا. الان نباید اصلا تغییر بده. اگه خوب و تمیز کار کرده باشید نه موردی که گفتیم تو شستشو دیروز چه لجنمون چه ظروفمون همه اینا حتی اینو الان ما رو پارچمون هم بزنیم سیاهش میکنه. 400 پی پی ام چقدر طلا میشه؟ خب کسر همینجا میاد 400 گرم در تن. 400 گرم. مثلا شما اگه 1 کیلو خاک تو برداشته باشی این کارو کرده باشی تو 1 کیلو 400 صد طلاه. آقای مهندس استانوس کلوری چند صد 1 گرمه؟ 1000 صد. آقای مهندس استانوس کلوری که گفته فقط به درد طلا میخوره یا به درد پلاتین و رودیوم؟ برای پلاتین و پالادیوم و رودیوم و اونها کاربرد داره، رنگ‌های دیگری میده. چه رنگایی؟ مثلا هر فلز چه رنگی میده؟ اگه تکی باشه پلاتین نارنجی میشه، درست گفتم؟ رودیوم قرمز میشه، رنگ قرمز زعفرانی و اینا میشه و پالادیوم آبی میشه، یه کمی آبی سبز آبی میشه. رنگش رنگ مشخصه. اگر هم مخلوطی از طلا و پالادیوم و اینها باشه ترکیبی از همه اینها میشه، قهوه‌ای مایل به سیاه و یه کمی هم آبی توشه و اینا میشه، ترکیبی از همه اینا میشه. هر کدومش درصدش بالا باشه اون بیشتر میشه. اون رنگو بیشتر نشون میده. بله. مهندس دست شما. خب حالا میریم برای خنثی سازیش. خنثی سازی نیتریک. بله بفرمایید آقای ما. شما بفرمایید من عنوان رو طلا رو آلوده می‌کنی توی مرحله تیزاب سلطانی. چی؟ می‌خوام طلا رو بشونی. من تست بزنم. خب هر فلزی که شما بستگی داره با چی می‌خواید رسوب بدید. اگر به صورت انتخابی رسوب بدید با متابی سولفید سدیم تقریبا چیزی نمیمونه، فقط طلا تنها رسوب میکنه. هر چقدر تعداد تنوع فلزات
غیر گرانبها تو محلول کمتر باشه و غلظتشون کمتر باشه، شما خیلی بهتر و راحت تر میتونید رسوب بدید. و طلا اگر فلزات غیر گرانبها باشه اجازه نمیده که همه طلاتون رسوب کنه. مثلا نیکل یا آهن یا مس اگر غلظت بالایی تو، مثلا شما فرض کن 80% مس داری یا نیکل داری، نیکل ولو 1000 پی پی ام هم طلا داشته باشی، از اجازه نمیده 1 پی پی امش رسوب کنه، 1 صوت اجازه نمیده رسوب کنه. از جوهر نمک میشه در استفاده کرد برای جداسازی قلب یا آهن؟ بله، قلب‌شویی میکنن تو بحث قطعات الکترونیک، از جوهر نمک به عنوان قلب‌شویی استفاده میکنن. فقط جساتاً کم بریزید که یه کف نکنه. آره خب ببینید، دیروز گفتیم برای اینکه بخوایم قبل از اینکه هر تستی بزنیم یا برای رسوب دادن بایستی که ما محلولمون رو اسید نیتریک با اضافی داخلش رو خنثی کنیم. برای این کار یکی از روش‌ها از در واقع اوره هست، اوره کشاورزی هست که استفاده میکنه. اینا کم کم میندازیم چون واکنش میده، کف میکنه. الان این ظاهرا یا اوره رطوبت کشیده یا اوره فکر کنم رطوبت کشیده، مشکل داره. آره آقای کیانی ببخشید شما گفتید نیکل و آهن و مثل اگه غلظتش بالا باشه ذات سلطانی طلا رو کامل رسوب نمیدید. بله. برای اینکه این مشکل حل بشه از همون اسید سولفوریک استفاده می‌کنیم. اونم یه راهشه. بله. خیلی آبش شده. خب اگه حرارت هم دیده باشه نیتریکش خود داره حل میشه. این داره ببینید این داره حل میشه. آره رقیق دیر حل میشه. یه کمی صبر میکنیم تا آب زیاد الان داره این اورا داره واکنش نشون میده، حباب میده. اگه ببینید این طرف داره حباب میده، ببینید داره حباب میده و داره حل میشه، داره نیتریکو خنثی میکنه. درصدش کمه دیگه نیتریک توی این. آره یه چیزی هم توشه. اینا چیه؟ سیاه رسوب داده. اینا رو قلعه تریختیم رسوب اختلال. آره اون قل یه کمی رسوب داده طلا رو. آره قل کمی طلا رو رسوب داده. کدومه که اسید خطرناکه؟ اسید سولفوریک خطرناکه یا کدومش خطرناکه با بازیافت؟ سولفوب هر دو تاش خطرناکه. اگه سولفوریک گاز SO2 و SO3 در واقع ساطع میکنه اسید کلوریدریک گاز کلور که اصلا بیرنگ یه دفعه غافلگیر میکنه طرفو. خود منم درگیره شدم 2-3 بار و کل بافتری رو تخریب میکنه. آره کلور. هیچ وقت توی تیزاب سلطانی سولفوریک نریزید. همون لحظه هرچی گاز NO2 کلوره در جا میاد بیرون و یه دفعه غافل گیرتون میکنه تا بیاد به خودتون بجنبید دیگه حداقل نصف توان تنفسیتون از دست دادید و خیلی خطرناکه. که میگن همین چیزه بخارای قهوه رنگی که میگن دود اسیدی، بخارای خب شامل انواع بخارات گازایی که از داخل اسیدا میشه. ذات نزی پیدا میشه یا فلزاتی پایه؟ فرقی نمیکنه و وقتی که اسید داره واکنش میده یا مخصوصا وقتی که داره حرارت میبینه، اون حرارت باعث فرار در واقع گازها از داخل اسید به بیرون میشه. چه چیزهای دیگه به جز اسید سولفوریک استفاده کنیم فلزات دیگه رو بیاریم؟ خب بستگی به ترکیب نمونتون داره. بستگی به ترکیب، مثلا ما یه کنسانتره داریم که متشکل از فلزات گرانبها و سیلیس فقط. اینجا ما میایم برای حذف سیلیس از HF استفاده میکنیم. خب HF سیلیس رو حل میکنه، هضمش میکنه. تو ظروف شیشه‌ای هم نه، تو ظروف در واقع پلاستیکی کربنی، پلی اتیلنی کربنی که HF در واقع اونا رو کاری نه. توی ظروف شیشه یا پیرکس بریزیم HF میخوره، شیشه رو میخوره. مثلا بستگی داره شما اصلا ترکیب ماده‌ای که میخواین ازش بازیافت انجام بدید
تعیین میکنه که چه مراحلی رو طی کنید و از چه روش‌هایی تو چه شرایطی استفاده کنید. خواهش میکنم. یکی جوهر نمک و وایتکس مخلوط میکنن یه دفعه باز تولید میکنن بالا. همون اشتباه نباید این کارو بکنن. آره. اونا حل شده، بازم میندازیم ببینیم زیاد چرا نمیریزیم زیاد، چون اضافیش مشکل اختلال ایجاد میکنه تو فرآیند، هنوز داره حل میشه. این چون خیلی رقیق شده دیر کار میکنه. زیاد بریزید طلا دیگه نمیشه. خب اگه الان داره دستمون داره زیاد ریختیم حلش رو چیکار کنیم؟ بعد حال کارش بعد با پودر روی همه رو سوپ بدید، از نوتی زاب کنید. آره. پیش من دارن اول بار نمیدونستم زیاد. الان واکنشش چون شدیده من بیشتر میریزم، چون واکنشش شدیده من بیشتر میریزم که زمانمون صرف جویی بشه. دوستان تا اون نیتی که اون داره خونسا میشه، این روشنه؟ طلای ضایعات الکترونیکمون هست. قطعات الکترونیکی که ذوب کردیم یه مقدارشو گذاشتیم داخل اسید و این شد طلا. حالا یکی یکی دوستان ببینید، دست به دست کنید. آره. این کلوریدیک شویی کردیم؟ نه. گذاشتیم فعلا خوش بشه تا رنگش طلایی رنگ بشه. این قهوه‌ای رنگی که می‌بینید اینا طلاست. اون ذرات درشتش هم مقدار حالا قرصمون بود که هنوز حل نشده بود، زودتر برداشتیم و آشغالای کف کوره که همراه با مس و آب سرب و مسی که داشتیم همراه با مسمون اومد بیرون. حالا این چجوری خالی سازی میشه؟ اما تو این کار اصلا نقره نزدیم. اگر بیایم داخل این نیم کیلو یک کیلو نقره بزنیم، نقره‌مون خیلی پرتی نقره داریم، خیلی کسری نقره داریم و بدون که نقره بزنیم با مثل خودش نمیخواد بزنه این 90 پی اچ بره بالا، پور 90 زیاد پور زیاد باعث میشه که نشینی همین روز حساب دارن اصلا این به نظر میرسه تونید آهش فقط آهش اون ساعت کنید که وقت میزده هم بعد دفتر تو این مرحله چون نمک زیاد زدیم رنگ اسیدمون رنگ نمکی هست. اگر شفاف اما شاید همین هم زیادش باشه. چی؟ به شیرازی نگوره، حال نگاه کنید. نگاه شما شیرازی خیلی خوب بگینه. گرمارشی خودش خوبش کم شد. از گرما خب هنوز این گرم نه زیاد هم گرم هم نشده بود، ولی شما میاد واکنشش کمه کلا. خب حالا به گرم هم نداره، هنوز سرد نشده، ولی یعنی که آخر آشه دیگه. ما این رو به احتمال صبر میکنیم تا ببینیم تموم میشه یا نه. این دیگه همین زیادش باشه. آره باید برش داشت. چقدر رفتاره اینو کار کنیم تو بشناسه ها؟ خیلی باید کار اگر سوالی هست که حالا سوال بیرونی هست حتما بپرسید، چیزی داخل پرسش پاسخ نداره.
وارد از جلوی رنگ شفاف و نقطه هم داره در حال جلال فرمودن حالا ما اسید رو تمام شد این اسید رو تا زمانی باید نظام کنیم که ما حالا برای محلولمون شفاف باشه مثل آب باشه این که هنوز این حالا به سبز نمید همون باره نمید همون تابی عمره هست پس محلول باره داخل اضافه کنیم که ما محلولمون شفاف بشه این محلول هم کاملا شفاف بشه که ما داره داریم میگیریم مگر اینکه نصف داخلش باشه نصف اگر باشه محلولمون باره کاملا راحت ولی اگر نصف نداشته باشه هم این محلول هم محلول با رسول رنگی که داریم انجام میدیم محلول سطحش کاملا مثل رنگ آبی رنگ یک دیگر بچه ها بودن لطفا یه سطح که اینو بذاریمش کنار رو پوشه یه سطح هنوز نیتریک داره. هنوز نیتریک داره. آروم بریز خون سوا میشه. آره هنوز نیتریک. ببینید بچه‌ها. ببین سیاه میشه. ببینید مسیرش سیاه میشه. بریزیم. نیتریک داشت می‌بینید؟ همه سیاه شده. الان رو سوپ داد. ببینید رو سوپ کرد. الان رو سوپ کرد. ببینید. نفس نکشید. نفس نکشید. Ya تموم شد ما تموم شد من نفسامو گرفته بودم اما قالب رو بذاریم پایین قابلمه رو بذاریم ها؟ قابلمه رو بذاریم بالا که خورده شه حالا میذاریم بوده بزن ایمنیشون رو چون رعایت نکردن بدنشون دچار یا خارش یا سوزش شده. شما وقتی با اسید کار میکنید اسید توی آب حل میشه و وقتی که دستتون خیسه میشورینش میره، اما وقتی جذب پوست میشه لایه اول پوست رو تخریب میکنه تا تقریبا رقیق میشه به لایه دوم میرسه و اون آب باعث میشه که سد بشه و دیگه لایه زیرین نره. اما قلیه ها برعکسن، قلیه ها توی چربی حل میشن. اگه دستتون چرب هست این قلیه نفوذ میکنه، بعد چون سلول به سلول این چربی بدن وجود داره هی تا عمق میره و سوزشش رو چند روز داری. برای اینکه خنثیش بکنید دستتون رو چرب میکنید میشورید، هی چرب میکنید میشورید چند بار که اون قلیه با چربی از بین بره، از زیر ناخن از تو پوستتون این شکلی جذب میشه. با شستن قلیه ها از تو پوستتون در نمیان. ببخشید با چی چرب کنیم که کرم وازلین قبلش با کابین چرب کنیم خوبه؟ اونم خوبه ولی خب بیشتر جذب میشه به پوستتون. سعی کنید دستکش استفاده کنید انشالله که اصلا به هیچ کدوم اینا نیاز نداشته باشید. استادم آقای فرار تمیزه فکر کنم فقط قضا چونه. آره تازه خریدن انگار. یادش تو اون نوعی میده؟ دورش نوعی میده بو خاک میده داره. خوبه برای کل زیر خوبه این برای آموزشه یا برای بگیرم حالا درستش می‌کنیم. ضایعات الکترونیکی سریاشون نیکل دارن، ممکنه نیکل داشته باشن. بعد نیکل هم صرف اقتصادی خوبی داره، یعنی 1 کیلو نیکل هم قیمت تقریبا 3-4 میلیون تومان
پولشه. برای اینکه بخوایم بفهمیم که این نیکل داره یا نه، محلول تیزابی رو برمی‌داریم که فقط روش روش نیتریک خورده، کلوریدریک نخورده. اینو برمی‌داریم، بعد بهش آمونیاک اضافه می‌کنیم یه مقدار که محلول بازی بشه، چون خیلی اسیدیه. وقتی آمونیاک اضافه می‌کنیم خیلی پر رنگ میشه و شفاف. بعد آب، این آبه؟ آب مقطره. زحمت بکشید آب تو آفتابه هست معمولی. یه مقدار رقیقش میکنیم که تغییر رنگ اگه نیکل داشته باشه ببینیم، چون اینقدر پر رنگه که تغییر رنگش مشخص نیست. خب بسه. خب حالا از یه معرفی استفاده میکنیم به اسم DMG. اینه DMG اصولا باید توی آب و اتانول حلش بکنیم، چون حلالیت کمی داره. ولی خب حالا ما فقط به صورت خشک الان میزنیم، یه مقدارم طول میکشه تا بیاد حل بشه و تغییر رنگ بده، یکم طول میکشه. این اگه قرمز اناری بشه یعنی نیکل داره. آره، اگه قرمز اناری بشه یعنی نیکل داره، اگه نشد یعنی نیکلی توش وجود نداره. خب نیکل نداره که تغییر رنگ نداده، هیچ نیکلی توش نیست. تو این ضایعات الکترونیک نیکل وجود نداره. نیکل داشته باشه رنگش عوض قرمز میشه، سرخ میشه. سرخ میشه. آره. بعد رسوب نیکل شما چه نوع انجام میدین؟ با این روش نمیشه نیکل خالص بکنیم، و با روش الکتروشیمیایی نیکل از توش داخلش بکشیم. ما فقط با این روش میفهمیم نیکل داره یا نداره، یا با اون روش میفهمیم پالادیوم داره یا نداره. بعد با روش دیگه پالادیوم و نیکل رو جدا کرد. تموم شد. برای آموزشه یا برای بگیریم حالا درستش می‌کنیم. ضایعات الکترونیکی سریاشون نیکل دارن، ممکنه نیکل داشته باشن. بعد نیکل هم صرف اقتصادی خوبی داره، یعنی 1 کیلو نیکل هم قیمت تقریبا 3-4 میلیون تومان پولشه. برای اینکه بخوایم بفهمیم که این نیکل داره یا نه، محلول تیزابی رو برمی‌داریم که فقط روش نیتریک خورده، کلوریدریک نخورده. اینو برمی‌داریم، بعد بهش آمونیاک اضافه می‌کنیم یه مقدار که محلول بازی بشه، چون خیلی اسیدیه. وقتی آمونیاک اضافه می‌کنیم خیلی پر رنگ میشه و شفاف. بعد آب، این آبه؟ آب مقطره. زحمت بکشید آب تو آفتابه هست معمولی. یه مقدار رقیقش میکنیم که تغییر رنگ اگه نیکل داشته باشه ببینیم، چون اینقدر پر رنگه که تغییر رنگش مشخص نیست. خب بسه. خب حالا از یه معرفی استفاده میکنیم به اسم DMG. اینه DMG اصولا باید توی آب و اتانول حلش بکنیم، چون حلالیت کمی داره. ولی خب حالا ما فقط به صورت خشک الان میزنیم، یه مقدارم طول میکشه تا بیاد حل بشه و تغییر رنگ بده، یکم طول میکشه. این اگه قرمز اناری بشه یعنی نیکل داره. آره، اگه قرمز اناری بشه یعنی نیکل داره، اگه نشد یعنی نیکلی توش وجود نداره. خب نیکل نداره که تغییر رنگ نداده، هیچ نیکلی توش نیست. تو این ضایعات الکترونیک نیکل وجود نداره. نیکل داشته باشه رنگش عوض قرمز میشه، سرخ میشه. سرخ میشه. آره. بعد رسوب نیکل شما چه نوع انجام میدین؟ با این روش نمیشه نیکل خالص بکنیم، و با روش الکتروشیمیایی نیکل از توش داخلش بکشیم. ما فقط با این روش میفهمیم نیکل داره یا نداره، یا با اون روش میفهمیم پالادیوم داره یا نداره.
بعد با روش دیگه پالادیوم و نیکل رو جدا کرد. تموم شد. خودشون زده بودن دوباره منم زدم. پالادیوم فاصله جوی لازم خیلی مهم هست توی حالا رودیوممون آب مقطر رو استفاده میکنیم که بتونیم پودرامون رو به خوبی ببینیم اگر باشن. تو این قسمت حتما باید از آب تصفیه شده استفاده کنیم. اگر آب مقطر تهیه نمی کنیم از 2 تا تصفیه رد بشه، 2 تا یه تصفیه صنعتی خونگی یا 2 تا خونگی. ببینید من یه مقدار آب ریختم، حالا کسانی که اینجا بودن رنگ محلولمون یه خورده روشن شد به خاطر املاحیه که ما داخل این آب شهری داریم و نمکی که داره. به خاطر سبکی میگید دیگه، سبکی آب میگید دیگه منظورتون؟ نه، املاحی که داخلش داره و این فلزات مختلف داره، نقره هم داره، باعث عوض شدن رنگ محلول. گفتیم وقتی نقره رو داریم با مس میگیریم آخر کار چند تا دونه نمک میریزیم داخلش ببینیم تغییر رنگ میده یا نه. اینجا ما نقره داریم دیگه، یه مقدار آب شهری ریختیم تغییر رنگ داد به خاطر نمک و املاحی هست که آب شهرمون داره. پس برای بالا بودن عیارمون و تمیز شدن طلامون از فلزات و محلولی که داریم از آب تصفیه شده استفاده می‌کنیم. ولی این الان آفتابه آب تصفیه نیست. ببینید رنگ محلول رو عوض کرد، یه سری رسوبات هم ایجاد کرد. این رسوباتی که داره ایجاد میکنه نقره هست که داخل این بار بوده. ما اصلا به قرصمون نقره نزدیم، با مسش در آوردیم، ولی خود این ضایعات الکترونیک این نمونه باری که برای ما فرستاده خود بنده خدا گفت که نقرهش قابل توجه هست و الان با تغییر رنگی که ایجاد شد نشان دهنده نقره بودنش. برای شستشوی ظرف میذاریم زیر این ظرف اسیدی که داریم، یه مقدار آب میریزیم داخلش داغه. اگر رو اجاق چیزی میذارید به وانتون یا تشتتون کفش نچسبه و برای خالی کردنش اگر قطره چیزی ریخ اسیدتون روی زمین نریزه. فراخی این قرص خیلی بیشتر طول کشید تا حل بشه. واسه چی؟ واسه مسشه؟ مس یک خورده دیرتر حل میشه. عقب بایستیم لباساتون رادیو. داشتیم چیزشو داریم ولی آمونیاک هم همونجا داشتیم، دارم میاریم اونا طلا استاد؟ آره آره دو خاک بود نه دیگه آب نشده اینو زمان دیگه آب نشده طلا اینقدر مانده. سلام نه های میزه رو همون قرصی که هست. sağlık selamet. اینا یه نفر کمک من کنه بریزیم داخل این. نه اینو بریز. Zeynep adamlar koymurlar şimdi canlı getir. Birader. اوناش باشه اونا چون طلا نیست باشه. اینو برای خالی کردنش آب که میزنیم یه چند دقیقه باید صبر کنیم اگر ذرات طلا
رو آب معلق باشه بشینه، با یه اسپری میتونیم بزنیم اگر ذرات معلقی روش هست بشینه. این شستشو هم تا زمانی انجام میدیم که محلولمون دیگه رنگی نباشه، بیرنگ بشه. آقای فرخی باید بیشتر میمون تا اونم حل میشد. آره یه مدت زمان بیشتر. نمیخوامش بزنی؟ نه میشینه خودش. همین سرعت آبی که میریختیم کلا داشت زیر و روش میکرد. چقدر حالا باید میشیم بعد دوباره میریم؟ چند ثانیه. بعضی وقتا گل کف کوره پشت قرص میمونه، اینجا آزاد میشه و حالا اون آشغالایی که داره میاد سطح آب و طلا اصلا رو آب معلق نمیشه، چگالی داره دیگه، اصلا کلا همون اول میشینه پایین. یه زمانی یه سری ذراتی چیزی که میاد بالا میتونه آشغالای کف قرصتون باشه و با این مدت زمانی که ما الان گذاشتیم ذرات معلق طلامون میشینه و طلا معمولا روی آب بلند نمیشه. ما اصلا نقره نداشتیم دیگه، دیروز نقره داشتیم، این بارمون نقرهش خیلی کم بود. دیروز ما 1 کیلو نقره داشتیم و برای خارج کردن 1 کیلو نقره از محلول چندین بار باید شستشو بدیم. این کار ما کلا مس بود، یعنی دومین باری که من شستم دیگه رنگ محلول اون تمیز بود، ولی این رنگ بنفشش تقریبا مال مسشه، مال اون فلزاتی که داخلش حل شده دیگه. باید هی آب بزنیم تا الان اینو شما برید آنالیز چندین فلز نشون میده، قالبش مثل نقره باید بشه. یه سری چیزای سفید رنگی که تو این معلق هست این املاح هست. طلا هم رنگش سیاه رنگ یا قهوه‌ای رنگ یا طلایی رنگه و روی آب معلق نمیمونه. خیلی ته‌نشین نشدن اینا. چی؟ الان اونا که خیلی ته‌نشین نشدن اینا آشغالن؟ اینا املاحه. آره طلا هم رنگش هم آره. آیا بینه یه دو بار دیگه میشورین معلوم میاد. شنیدم که جیگر فیگر زده بدن. رفتم جاتون خالی جیگر و جیگر بسفندی دهنم هم افتاد. میشه جان شما بخورین که ما خورد. نه دیگه شما فکر کنم شب خوب رقصیدی و فیلم تو دارن و بچه ها. آره آی بلبن چه بزرگه بچه ها خوب هست آره گیرش درست دارم بچه های آه چشم تو گروه بذار دیگه. نه تو گروه از نون خوردن بیکنیم. بابا از نون خوردن چیه؟ ببین شما رو ما مسلمان تحویل گرفتیم، زرتشتی تحویل میدیم. اینجا با مواد عوض میکنیم. خوب حواستون جمع کن. اسید کلوریدریک بزنی درست. سه گفتار از زرتشت میفرمایید. هندای رنگ اون بریزه رو زمین طلا هست. حالا وقتی مثل الان بریزه چیکار میکنی؟ یکم افسوس میخوریم ها.
با یه پنبه یا دستمال کاغذی اون ذرات طلایی رنگ اون رو جمعش میکنیم، دوباره با آبپاشمون تو آب میشوریم. حالا اگه یه نفرم دستمال کاغذی برامون بیاره. نقرمون بود که دیروز شستیم تلاشو گرفتیم. این رسومی که تهش میبینید بچه ها داشتن اسید کلوریدریک درست میکردن، برای اسید تیزاب سلطانی درست میکردن، برای پولیش بالگاه تلاشازیمون که تلاشو بگیریم چند قطره از تیزاب سلطانیشون این زیر پاشون بوده که داخل این و باعث رسوب نقره شده. مهندسی نقره شد. روش‌هایی که گفتیم نقره به دست میاریم برای مالکاری که هر روز کار داره، چون سرعت رو نیاز داریم برای کارمون. یکی از روش‌هایی که بیشتر کارکنان شروع استفاده می‌کنن روش نمک هست. یعنی نمک خوراکی رو قاطی می‌کنیم با آب، در ظرف هم زمان یه نفر بیاره با این تشکیل اینجا هست. یکی گفتید جوهرنمک یا کلوریدریک استفاده می‌کنیم. ما می‌خوایم تست شما بزن دو تا کوچیکا رو بیاریم بالا. ما الان این بگیریم سمت چپ همین محلول نقره‌مون هست. اسید نیتریک از این تلاش رو گرفتیم. این از محلول نقره‌مون هست که خالی کردیم الان اینجا. این هم اسید کلوریدریک هست. چند قطره بریزیم داخلش. ببینید همین الان نقره‌مون نشست ته رشته و این نقره رو باید آب بیشتری بهش اضافه کنیم که راحت‌تر دستمون انتخاب بودن دوباره بهش اضافه کنیم. اینو کم کم اضافه کنیم تا زمانی که اضافه بشه یه همش میزنیم کامل همه بشینیم. یه چند دقیقه بعد دوباره میایم یه چند دقیقه یه چند قطره کلوریدریک